باید با توجه به این همه دشمنی که با آنها میشه به قرآن بیشتر توجه کنه. علاج دردهای ما قرآن است. ما هرچه ضعف و ذلت و عقب افتادگی در دنیای اسلام مشاهده می‌کنیم ناشی است از دوری از قرآن. به قرآن باید نزدیکتر بشیم، همه ما، هم ما هم دیگر کشورها.